وقتتون بخیر باشه. با اولین جلسه از درس ریاضی کمبریج در خدمتتون هستم. تو این جلسه میخوایم در رابطه با quadratic functions یا معادلات درجه 2 صحبت کنیم. این معادله ها به فرم y برابر با ax2 به اضافه bx به اضافه c هستند که x متغیر ما و a و b و c ثابت های ما هستند که بهشون کوفیشنتس گفته میشه. خب حالا بیایم اینجا با هم دیگه این پایین رو بخونیم. گفته اگر که ما یک کوادراتیک فانکشن به صورت fx برابر با ax به اضافه bx به اضافه c داشته باشیم، اگر a ما مثبت باشه fx is a positive quadratic, the graph has a minimum point and goes up on both sides. این یعنی چی؟ میگه حالا اگر ما توی این معادله درجه دومون که به این فرم هست، اگر a ما مثبت باشه، در این صورت ما یک مینیموم پوینتی داریم که بعد گوزاب میکنه دو طرف، این شکلیه. و ادامهش رو بخونیم. اگر a ما منفی باشه fx is a negative quadratic, the graph has a maximum point and goes down on both sides. اگر a ما منفی باشه در اون صورت یه ماکسیموم پوینتی داریم و بعد از دو طرف goes down میکنه، یعنی سهمیه ما این شکلیه. الان یه مثال اینجا ببینیم. گفتیم y1 برابر با 2x2 منهای 2x منهای 4. خب در اینجا a ما برابر با 2 پس مثبته، پس یک مینیموم پوینتی داشته که بعد از دو طرف goes up کرده. و اینجا y رو برابر است با منفی x به اضافه 4x منهای 3. در اینجا a برابر است با منفی 1 که کوچکتر از 0، پس این ماکسیموم پوینتی داشته و بعد از دو طرف goes down کرده. و اینکه ما توی این سهمی حالا یا مینیمم پوینتمون یا ماکسیموم پوینتمون رو بهش میگیم رأس سهمی یا ورتکس یا ترنینگ پوینت، نقطه مینیمم یا ماکسیموم ما هست. و یک خطی داریم بهش میگیم سیمتری که خط تقارنه و از روی همون ورتکس یا رأس سهمی میگذره، یعنی x برابر است با همون x رأس سهمی ما که ورتکس بهش میگیم. یه مثال با هم دیگه ببینیم. Match each equation to the corresponding graph explaining your reasons. گفته که ما الان این جلسه معادله داریم، می‌خوایم گراف های مربوط بهش رو پیدا کنیم. چجوری باید پیدا کنیم؟ میگیم خب تو اولی a ما برابر با 3 و مثبته، پس طبق حرفی که اونجا ما زدیم میگیم یه مینیمم پوینتی داریم که goes up میکنه. دومی a ما منفی 2 کوچکتر از 0، یه ماکسیموم پوینتی داریم که goes down میکنه. و a ما منفی 1 کوچکتر از 0، یه ماکسیموم پوینتی داریم که goes down میکنه. تو این شکلا خب فقط b که به سمت بالاست دیگه، مثبته، پس این مشخصه که بیه. حالا کدوم a کدوم cه؟ ما میگیم که اگر ما توی معادله دومی بیایم اینجا x رو برابر با 0 بذاریم y مون 0 میشه. توی معادله سومی x رو 0 بذاریم y مون 2 میشه. خب اینجا میبینیم که توی 0 شده 0، توی اینجا ولی میبینیم که x 0 مون y 2 داده. پس کاملا مشخصه که این میشه C، این میشه A، این میشه C. سوال بعدی رو ببینیم. The graph shown below has the equation y برابر با x منهای 6x به اضافه c. Find the values of c and a. خب a و c رو مجهول گذاشته و میخواد که به دستش بیاریم. به ما دو نقطه نشون داده، گفته که یه نقطه 0,2 داریم، یه نقطه 1 و منفی 1 داریم. خب اینجا ما میدونیم که اگر x رو 0 بذاریم، خب میشه a در 0 میشه 0 منفی 6 هم در 0 میشه 0، یه دونه c میمونه، پس y ما برابر میشه با c. خب توی شکل به ازای x 0 y مون 2 بوده، پس مشخصه که c 2. بعد میایم بعدی. حالا میخوایم نقطه 1 منفی 1 رو جایگذاری کنیم. ما الان فهمیدیم که y ما میشه x2 منهای 6x به اضافه 2. حالا اگر نقطه 1 منفی 1 رو جایگذاری کنیم، خب y ما منفی 1 a ضرب در 1 به توان 2 منهای 6 ضرب در 1 به اضافه 2.
اینو حل میکنیم. این میشه -6 به اضافه 2 میشه -4. a ضرب در 1 میشه a. پس -1 برابر است با a منهای 4. پس a برابر است با a میبریم اون سر میشه -a برابر است با -4 به اضافه 1 میشه -3. -a برابر است با -3. پس ضرب در 1 میکنیم دو طرف و a برابر است با 3. خب حالا میخوایم ببینیم completed square form یا معادله درجه 2 کامل چیه. اگر ما معادله درجه 2 به این فرم باشه بهش میگیم completed square form. و اینجا رو بخونیم. A quadratic function y برابر است با a در x منهای h به توان 2 به اضافه k has turning point h و k and line of symmetry x برابر با h. جا چی میگه؟ میگه اگر ما یه معادله مربع کامل داشته باشیم، turning point یا همون vertex که گفتیم میشه رأس سهمیمون، مختصاتش h و k و line of symmetry مونم x برابر است با h. ما گفتیم که اینجا یه سهمی اگر به این شکل یا به این شکل داشته باشیم، این نقطه مینیمم یا ماکسیمومش میشه vertex یا turning point. و گفتیم یه سیمتری، خط سیمتری هم داره که از روی همین ورتکس میگذره که این میشه گفته توی این حالت x برابر است با h و این مختصات این ورتکس یا رأس سهمی ما h و k هست. خب گفته for a مثبت y بزرگتر مساوی k for all x. میگه توی این معادله a در x منهای h به توان 2 به اضافه k که برابر است با y. خب اگر a ما مثبت باشه، خب x منهای h به توان 2 که عدد مثبت دیگه، هر عددی به توان 2 مثبته، یعنی در واقع انگار توی یه عدد مثبت ضرب میشه مثبت به اضافه k. خب یعنی a در x منهای h به توان 2 یه عدد مثبته. حالا اگر دو طرف رو به اضافه k کنیم میشه a در x منهای h به توان 2 به اضافه k بزرگتر از k. خب این معادله با همون y. خب پس y بزرگتر از kه. y بزرگتر مساوی حالا k. اینم بزرگتر مساوی 0. چون ممکنه که این 0 باشه ضرب کنیم 0 بشه. پس بزرگتر مساوی 0 به اضافه k کنیم، پس y بزرگتر مساوی با k. از این طرف هم همینطور. حالا اگر a ما منفی باشه، اینجا می نویسم a ما اگر منفی باشه، در اون صورت a در x منهای h به توان 2 میشه یه عدد منفی در یه عدد مثبت ضرب میشه منفی دیگه، میشه یه عدد منفی یا 0. خب اگر این معادله 0 باشه میشه 0. این میشه کوچکتر مساوی 0. حالا اگر به اضافه k بشه میشه a در x منهای h به توان 2 به اضافه k کوچکتر مساوی با k. خب این همون y دیگه، y کوچکتر مساوی k شده. خب یه مثال با هم ببینیم. Write 2x2 منهای 2x منهای 4 in the form a در x منهای h به توان 2 به اضافه k. Hence write down the coordinates of the vertex and the equation of the line of symmetry of the graph y1 برابر است با 2x2 منهای 2x منهای 4. خب میخواد اینو به فرم این بنویسه. اول ما اینو باز میکنیم. ما میایم اینجا میگیم اگر a در x منهای h به توان 2 به اضافه k رو بخوایم بازش کنیم، میشه اول به توان 2 باید برسونیم دیگه، میشه a ضرب در x به توان 2 h به توان 2 منفی 2xh به اضافه k. حالا ضرب میکنیم میشه ax2 ah2 منفی 2 ahx به اضافه k. و اینو میخوایم معادله با همین 2x2 منهای 2x منهای 4 قرار بدیم دیگه. میام زیرش مینویسم 2x2 منهای 2x منهای k. خب اون x2 مو اینجا x2 داریم، اینجا هم یه x2 داریم، پس مشخصه که
A ما برابر است با 2. خب یه ضریب x داریم، اینجا هم یه ضریب x داریم که پس در واقع منفی 2 برابر است با منفی 2AH. خب A ما که 2 بود، پس اینجا میگیم که منفی 2 تقسیم بر منفی 4 برابر است با H. پس H میشه 1/2. A هم 2 بود، H هم شد 1/2. حالا K چیه؟ اینجا یه K داریم، یه مثبت AH2 داریم که این معادل میشه با منفی 4. پس منفی 4 برابر است با AH2 به اضافه K. A مون 2 بود، H مون هم که 1/2 به توان 2 به اضافه K. خب 1/2 به توان 2 میشه 1/4. 2 ضرب در 1/4 میشه 2/4، میشه معادل با 1/2. این کلش میشه 1/2. میشه 1/2 به اضافه K برابر است با منفی 4. منفی 4 منهای 1/2 برابر است با K. پس منفی 4 میگیم میشه منفی 8/2 منهای 1/2 میشه منفی 9/2. این معادل است با K، برابر است با K. حالا چی خواسته بود؟ بعد گفته بود که write down the coordinates of the vertex and the equation of the line of symmetry. خب اول خواسته که ما مختصات ورتکس رو به دست بیاریم و لاین آف سیمتری. گفتیم که اگر به فرم A در x منهای h به توان 2 به اضافه k باشیم بالا، گفتیم اون وقت x برابر است با h و مختصات ورتکسمون هم h و k. پس x برابر است با h مون شد 1/2، ورتکسمون هم میشه h و k، میشه h مون 1/2، k مون هم منفی 9/2. و این سوال حل شد. یه سوال دیگه با هم حل کنیم. write منفی x2 به اضافه 4x منهای 3 in the form a در x منهای h به توان 2 به اضافه k hence solve the equation y2 برابر با منفی 8. خب اول گفته که میخوایم این معادله رو به فرم a در x منهای h به توان 2 به اضافه k بنویسیم. خب مثل سوال قبل اول باید بازش کنیم دیگه. a در x منهای h به توان 2 به اضافه k رو باز میکنیم. اول به توان 2 میرسونیم، میشه a در x به توان 2 h به توان 2 منفی 2hx به اضافه k. حالا ضرب میکنیم، میشه ax2 ah2 منفی 2ahx به اضافه k. حالا گفتیم که منفی x2 به اضافه 4x منهای 3 رو میخوایم به این فرم بنویسیم. خب اینجا ما x مون اینجا ضریب a داره، اینجا x مون منفی 1. میگیم منفی x مون برابر با ax2، در نتیجه a ما منفی 1. حالا ضریب x ما اینجا 4، ضریب x ما اینجا منفی 2ah. منفی 2ahx برابر است با 4x. در نتیجه منفی 2ah برابر است با 4. گفتیم a ما منفی 1، پس 2h برابر است با 4. 4 تقسیم بر 2 میشه 2 برابر است با h. پس h ما برابر با 2. ما الان h رو به دست آوردیم، اگه به دست آوردیم حالا میخوایم k رو به دست بیاریم. اینجا گفتیم که ثابت ما اینجا k به اضافه h2، اینجا ثابت ما منفی 3. پس k به اضافه ah2 رو برابر با منفی 3 قرار میدیم. a ما که منفی 1 بود، h ما هم که 2 بود. خب جایگذاری میکنیم، میشه k به اضافه منفی 1 در 2 به توان 2 برابر است با منفی 3. 2 به توان 2 میشه 4 در منفی میشه منفی 4. پس k به اضافه منفی 4 میشه منفی 3. پس k میشه منفی 3 به اضافه 4. 4 منهای 3 میشه 1. پس k ما برابر است با 1. حالا گفته که میخوایم اکویژن رو برای y2 برابر با منفی 8 قرار بدیم. اول اینکه خب ما این فرم رو داریم دیگه، فرم a در x منهای h به توان 2 به اضافه k رو به دست آوردیم.
خب گفتیم A ما -1، H ما 2 و K ما هم 1. پس این فرمول میشه -1 در x منهای 2 به توان 2 به اضافه 1. خب این معادله با وای. حالا وای رو برابر با 8 میذاریم. اینجا وای رو برابر با 8 میذاریم. در نتیجه اینجا بنویسم -1 در x منهای 2 به توان 2 به اضافه 1 برابر است با 8. خب 8 رو منهای 1 میکنیم، میشه 8 منهای 1 برابر است با -1 در x منهای 2 به توان 2. خب این میشه 7. این رو یه منفی میکنیم، میشه -7 برابر است با x منهای 2 به توان 2. خب من اشتباه کردم. این وای 2 ما -8، اینجا -8. -8 رو منهای 1 میکنیم، میشه -9. -9 برابر با این عبارته. خب -9 برابر است با -x منهای 2 به توان 2. پس حالا اگر ازت یه منفی کنیم میشه 9 برابر است با x منهای 2 به توان 2. خب مشخصه که توی این حالت x منهای 2 یا برابر با 3 یا برابر با -3، یا 3 میشه یا -3 میشه. پس میگیم یه بار x منهای 2 رو برابر با 3 میذاریم، یه بار x منهای 2 رو برابر با -3 میذاریم. در این حالت x میشه 5، در این حالت هم x میشه -3 به اضافه 2 میشه -1. پس x ما 5 یا x ما -1 و جواب به دست میاد. حالا اینجا میخوایم خب یه راه حل آسون برای اینکه چجوری اون خط سیمتری یا لاین آف سیمتری رو پیدا کنیم. یه فرمول به ما میگه از x برابر با -b به 2a میتونیم استفاده کنیم. الان مثلا این معادله رو ببینیم. y1 برابر است با 2x و منهای 2x منهای 4. خیلی راحت میگیم اگر x رو بخوایم -b به 2a حل کنیم، یعنی ما گفتیم که f(x) به چه فرمیه؟ ax2 به اضافه bx به اضافه c. الان بیمون چیه؟ -2. خب میشه -2 به روی 2a. 2 ضرب در 2 میشه 2/4 میشه 1/2. و میبینیم که لاین آف سیمتری ما x برابر با 1/2. و یه چیز دیگه هم این که ما گفتیم که رأس سهمی و لاین آف سیمتری روی همدیگه میافتن. پس کاملا مشخصه که x ورتکس یا رأس سهمی ما هم چیه؟ 1/2 اینها. xش هم 1/2. یه مثال دیگه ببینیم. y2 برابر است با -x2 به اضافه 4x منهای 3. میگیم x برابر است با -b به روی 2a. -b مون میشه چی؟ میشه -4. 2a مون میشه -2. 4 تقسیم 2 هم که میشه 2. نه x برابر با 2 لاین سیمتری ما هست که از رأس سهمی میگذره. پس x ورتکس ما هم 2. این مثال رو با هم حل کنیم. Find the quadratic relationship that fits this graph. یک گراف سهمی به ما داده که مختصات ورتکسش رو ما داریم، یعنی رأس سهمی رو داریم و یک نقطه برخورد با محور y داریم. گفتیم که اگر ما رأس سهمی رو داشته باشیم و معادلمون رو به فرم y برابر با a در x منهای h به توان 2 به اضافه k بنویسیم، در این صورت مختصات رأس سهمی ما یا ورتکس ما میشه h و k. خب الان ما رأس سهمی رو داریم، پس یعنی ما متوجه میشیم که h ما 2، k ما 1. جایگذاری میکنیم توی معادلمون، میشه y برابر با x برابر با a در x منهای h مون 2 به توان 2 به اضافه k مون که 1. و از طرفی یه نقطه -11 داریم که با محور y برخورد کرد، یعنی xش 0 بوده و yش -11 بوده. این نقطه رو هم میایم جایگذاری میکنیم. من این پایین مینویسمش. اگر y ما همینجا مینویسم y -11 باشه، a ضرب در x ما 0 منهای 2 به توان 2 به اضافه 1. خب 2 به توان 2 میشه 4. پس -11 میشه 4a به اضافه 1. خب -11 منهای 1 میشه -12 برابر است با 4a. در نتیجه a برابر است با -12 تقسیم بر 4 میشه -3. پس ما معادلمون میشه به فرم -3 در x منهای h که
2 به توان 2 به اضافه k که 1 و معادلمون به دست میاد. ما تا اینجای کار 2 تا فرم از معادله درجه 2 رو با هم دیدیم. یه فرم fx برابر است با ax2 به اضافه bx به اضافه c و یه فرم fx برابر است با a در x منهای h به توان 2 به اضافه k. یه فرم سومی الان با هم میبینیم، بهش میگیم فاکتورایز فرم به فرم y برابر است با a در x منهای p در x منهای q. اینجا رو با هم بخونیم. A quadratic function y برابر است با a در x منهای p در x منهای q has zeros at x برابر با p و x برابر با q. زیرو میشه در واقع همون ریشه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما یه معادله شکلی داشته باشیم، این x ما باشه، این y ما باشه، این یه سهمی ما، یه معادله درجه 2 و توی 2 نقطه محور x ما رو قطع کرده که ما به این میگیم زیروز. یعنی به ازای y برابر با 0 x ما گفته که چیه؟ p و q. خیلی واضحه دیگه. اگر ما توی این معادله y رو برابر با 0 بذاریم چه اتفاقی میفته؟ اگر y ما 0 باشه در این صورت یا x منهای p ما برابر با 0 در نتیجه x ما برابر با p و یا x منهای q ما برابر با 0 یعنی x برابر است با q. در این صورته که y میشه 0. یعنی یکی از این مدل ها باید 0 باشه دیگه. اگر ما یک معادله درجه 2 به این فرم داشته باشیم میگیم که p و q زیروهای ما هستند، جایی که محور x رو قطع میکنن. یه مثال با هم ببینیم. Using factorization find the zeros of function y1 and y2. گفته y1 اینه، اینم y2 ماست. خب میگه اینو به فرم فاکتوریزیشن بنویسیم، فاکتورایزش کنیم. اول میگیم چیکار میکنیم؟ میگیم که 2x2 منهای 2x منهای 4. ما میخوایم اینو فاکتورایز کنیم. اول میایم از یه 2 فاکتور میگیریم، چون اگه یادتون باشه فرممون این بود دیگه، x منهای p x منهای q. پس اول یه ضریبی رو ازش فاکتور میگیریم، از ضریب x ازش فاکتور میگیریم، یه 2 از این x2 فاکتور گرفتیم، میشه x2 منهای x منهای 2. میشه این شکل. حالا میخوایم اینو فاکتوریزیشن کنیم. من یه نکته رو اینجا بگم. ما وقتی که بعد این x به اضافه b داشتیم، بعد x به اضافه مثلا a داشتیم، خب چجوری اینا رو با هم دیگه ضرب میکردیم؟ خب یا میتونستیم بیایم اینجوری دونه دونه بگیم این ضرب در این به اضافه این در ضرب در این به اضافه این ضرب در این به اضافه این ضرب در این. کار راحت تری هم که خیلی مرسومه دیگه نمیان این کارو بکنن. خیلی راحت میان میگن خب وقتی یه همچین فرمی داریم مثلا x مشترکه، میگیم x به توان 2 به اضافه جمع a و b، a به اضافه b ضرب در x به اضافه b ضرب در a. این میشه در واقع همون حالتی که ما دونه دونه ضرب کرده باشیم. یعنی اگه ما دونه دونه هم ضرب میکردیم به همین میرسیدیم. ما اگر دونه دونه ضرب میکردیم میگفتیم میشه x2 به اضافه ax به اضافه bx به اضافه ba. خب و خب اگه اینا رو دوباره چیز میکردیم، میدیم که هم دیگه اینجوری فشرده تر می نوشتیم، میشد a به اضافه b در x و به همین میرسیدیم. خیلی خب اینجوری خیلی راحت تر دیگه. و وقتی که ما میخوایم اینو فاکتورایز کنیم، خب میتونیم خیلی راحت بگیم در واقع این ضریب x ما که منفی 1 شده حاصل همین a به اضافه b بوده. یعنی یه a به اضافه b بوده که برابر با منفی 1 شده و این منفی 2 هم در واقع یه a ضرب در b بوده که منفی 2 شده. میتونیم خیلی راحت همینجوری حدس بزنیم، بگیم اون دو تا عددی که چی بودن که جمعشون شده منفی 1 ضربشون شده منفی 2. میگیم خب اون دو عدد 1 و منفی 2 بودن دیگه. اگر اینجا 1 بذاریم اینجا منفی 2 بذاریم، میبینیم که خب 1 ضرب در منفی 2 میشه منفی 2، 1 منهای 2 هم میشه منفی 1. خب یه راه حل دیگه هم اگه نمیتونیم حدس بزنیم اینه که بیایم معادله رو حل کنیم. حل معادله رو ما توی درس بعدی میبینیم. اینجا ما همین حدس میزنیم که جوابای ما 1 و منفی 2 هستند. پس این برابر میشه با 2 ضرب در، خب گفتیم 1 و منفی 2 باشه میشه x منهای x به اضافه 1 x منهای 2. پس جوابشون میشه چی؟ میشه 1 و منفی 2.
یه مثال دیگه با هم ببینیم. من اینجا رو پاک کنم که جا داشته باشیم برای حل بعدی. گفته که y2 برابر است با منفی x2 به اضافه 4x منهای 3. میگم یه ضریب اول منفی 1 ازش فاکتور میگیریم که x همون بدون ضریب بشه. میشه x2 منهای 4x به اضافه 3. حالا میگیم که ما یک a به اضافه b داشتیم که جمعشون شده منفی 4. a ضرب در b هم داشتیم که ضربشون شده 3. حالا اون دو عدد چی میتونن باشن؟ اون دو عدد 1 و 3 هستن. 1 ضرب در منفی 1 ضرب در منفی 3 بوده. خب اینجا هم منفی 1 و منفی 3 بوده. پس منفی 1 x منهای 1 x منهای 3 بوده. پس ریشه هاشون هم که دیگه مشخصه دیگه. پس زیروها توی نقطه که اینو برابر با 0 قرار بدیم میشه x برابر با 1 و این هم برابر با 0 قرار بدیم x برابر با 3. این میشن زیروهای ما. توی قبلی هم یادم رفت بگم به فرم 2 ضرب در x به اضافه 1 در x منهای 2 که بود. خب توی این فرم هم زیروهای ما چی میشن؟ x برابر با منفی 1 و x برابر با 2. اینا میشن زیروها یا ریشه های ما. یه مثال دیگه با هم ببینیم. A quadratic function has vertex at منفی 1 و منفی 5 and one of its zeros is 4. Find the equation of the function in the form y برابر است با ax2 به اضافه bx به اضافه c. خب به ما گفته که ما الان یه ورتکسی داریم، یه رأس سهمی داریم که تو نقطه منفی 1 و منفی 5 و اینکه یکی از زیروزها یه زیرو داریم که برابر با 4. از ما خواسته که به فرم ax2 به اضافه bx به اضافه c بنویسیمش. همینجا خیلی راحت یه چیزی رو بدون اینکه اصلا بخوایم خیلی به خودمون سخت بگیریم بفهمیم. وقتی که به ما میگه ورتکس ما تو منفی 1، خب یعنی در واقع اون لاین آف سیمتری هم متریمون هم x برابر با منفی 1 دیگه گفتیم x ورتکس همون خط سیمتریمونه. خب حالا ما بیایم اینو به صورت شهودی در نظرش بگیریم. چجوری میشه؟ میگه که خط سیمتری ما توی منفی 1. خب اینجاست x برابر با منفی 1. بعد یکی از زیروها 4. ما خیلی راحت میتونیم زیرو دیگر رو هم پیدا کنیم. و خب حالا ورتکسمون هم که گفته ما بگیم اینجا منفی 5 اگر باشه اینجاست. ما یه همچین شکلی داریم. خب خط سیمتریمون وقتی رو منفی 1 یه زیرومون رو 4، پس مسلما فاصله اینجا با فاصله اینجا برابره دیگه. یعنی اگر الان از این خط منفی 1 تا 4 ما چقدر فاصله داریم؟ از اینجا ما 5 تا فاصله داریم، از اینجا هم ما 5 تا فاصله داریم. یعنی منفی 1 هم اگر به اضافه منهای 5 تا دیگه بکنیم چی میشه؟ میشه منفی 6. یعنی کاملا راحت ما میتونیم بفهمیم دیگه اون زیروی بعدی ما چنده؟ منفی 6. پس ما 2 زیرو به دست آوردیم. یکی رو فهمیدیم منفی 1، یکی فهمیدیم منفی 6. و گفتیم که ما میتونیم مدل درجه 2 رو به فرم a در x منهای p در x منهای q بنویسیم دیگه، که گفتیم p و q زیروهای ما هستن. پس a در x منهای 4 در x منهای منفی 6 که حالا میشه x به اضافه 6. خب تا اینجا ما نصف راه رفتیم. خب ما یه نقطه ورتکس هم داریم اینهاش که منفی 1 و منفی 5. کافی جایگذاری کنیم. ما وایمون منفی 5، x ما منفی 1. جایگذاری میکنیم تو معادلمون، میشه منفی 5 برابر است با a ضرب در منفی 1 منهای 4 ضرب در منفی 1 به اضافه 6. منفی 1 منهای 4 میشه منفی 5. این ورم که میشه 6 منهای 1 میشه 5. خب منفی 5 ضرب در 5 هم که میشه منفی 25. پس منفی 5 برابر است با منفی 25
25 A. در نتیجه A برابر است با -5 تقسیم بر -25 میشه 1/5. این میشه A. پس در نتیجه y ما برابر است با 1/5 ضرب در x منهای 4 در x به اضافه 6. اینو اگر ما ضرب کنیم به فرم همین ax2 به اضافه bx به اضافه c که این بالا خواسته بود به دست میاد. این بالا می نویسمش. جا y برابر بود با 1/5 ضرب در x منهای 4 در x به اضافه 6. خب اول ضرب باید انجام بدیم. میشه 1/5. گفتیم x به توان 2 -4 به اضافه 6 میشه 2 میشه 2x 6 تا هم میشه 24 -24. اینم حالا ضرب در 1/5 کنیم میشه 1/5 x تو 2/5 x -24/5 و به فرم همین ax رو به اضافه bx به اضافه c در اومد و این سوال حل شد. خب توی این قسمت کوادراتیک فرمولا اند دیسکریمیننت میخوایم باش آشنا بشیم که چجوریه. اگه خاطرتون باشه توی قسمت قبل ما گفتیم که اگر f(x) برابر باشه با a در x منهای q در x منهای p باشه، در اون صورت q و p زیروهای ما هستن. و گفتیم اصلا زیرو یعنی چی؟ معنی همون ریشه میده دیگه، یعنی زمانی که y ما 0 باشه x ما برابر با p و x برابر با q. حالا ما میخوایم ببینیم اصلا اگر حالا به این فرم نبود ما چجوری میتونیم ریشه ها رو به دست بیاریم، چجوری میتونیم معادله رو حل کنیم. اینجا گفته remember that finding zeros of a quadratic function is the same as solving a quadratic equation. میگه پیدا کردن زیروها توی یک معادله درجه 2 به معنی همون حل کردن معادله درجه 2. یعنی ما وقتی که این فرم f(x) برابر با ax2 به اضافه bx به اضافه c رو به ازای برابر با 0 بذاریم، اینجا هم برابر با 0 گذاشتیم دیگه، برابر با 0 بذاریم و ریشه ها رو به دست بیاریم، انگار که در واقع داریم معادله رو حل میکنیم. بهش میگن حل معادله درجه 2. اینجا ما اگه نگاه کنیم میبینیم که وقتی که یک سهمیه این شکل داشته باشیم، خب توی این سهمیه ما الان اینجا 2 تا زیرو داریم و توی این سهمیه اینوری ما اصلا هیچ زیرویی نداریم چون اصلا محور x رو قطع نکرده. اینجا ما زیرو نداریم اصلا، اینجا ما 2 تا زیرو داریم. حالا یه فرمولی هست که ما باهاش معادله درجه 2 رو حل میکنیم. این فرمول اینجاست. The zeros of the quadratic function f(x) برابر با ax به اضافه bx به اضافه c are given by the quadratic formula x برابر با -b مثبت منفی رادیکال b 2 منهای 4 3 تقسیم بر 2a. به شرطی که مخالف 0 باشه. خب این در واقع همون شرط اینه که اصلا معادله ما درجه 2 باشه دیگه. اگر a 0 باشه که اون وقت اصلا معادله ما درجه 1. پس خب مسلما باید a مخالف 0 باشه. و به این رادیکال b2 منهای 4a3 میگن دیسکریمیننت، همونی که توی این قسمت این بالا هست بهش میگن دیسکریمیننت. یه مثال با هم ببینیم. Use the quadratic formula to find the zeros of x2 منهای 5x منهای 3. ما میخوایم الان این x2 منهای 5x منهای 3 رو با همین فرمولی که این بالا دیدیم حلش کنیم. حالا در واقع حل یک معادله درجه 2 به معنی اینه که زیروهاشو پیدا کنیم دیگه. این معادله برابر با 0 که قرار بدیم در نتیجه x برابر است با x در واقع ریشمونه منفی b مثبت منفی رادیکال b2 منهای 4a3 به روی 2a. اینجا الان a ما 1 b مون منفی 5 c مونم منفی 3 دیگه. حالا جایگذاری میکنیم.
منفی b میشه 5 مثبت منفی رادیکال b2 منهای 4 3 میشه 5 به توان 2 میشه 25 منهای 4 a ما 1 c مون 3 منفی 3 به روی 2 ضرب در 1. در نتیجه x ما میشه 25 3 4 تا 12 تا میشه به اضافه 12 میشه 5 مثبت منفی رادیکال 25 به اضافه 12 تقسیم بر 2. 25 به اضافه 12 میشه 37 میشه 5 به اضافه منهای 37 تقسیم بر 2. یعنی جواب معادله ما یا 5 به اضافه رادیکال 37 دوم یکی از ریشه هامون و ریشه دوم ما 5 منهای رادیکال 37 دومه. اینو با ماشین حساب حالا اگر بزنیم میشه این میشه معادل مثلا 5 و 54 این یکی میشه منفی 0.541. این در واقع ریشه های ما هستن دیگه. این میشه ریشه اول ما این میشه ریشه دوم ما. گفتیم که خب پس x منفی b مثبت منفی رادیکال b2 منهای 4a3 به روی 2a با حل معادله ما ریشه ها رو به دست میاریم و این b2 منهای 4a3 هم گفتیم بهش میگیم دیسکریمیننت و با نماد دلتا نشونش میدیم. یعنی ما معمولا این شکلی نشون میدیم میگیم x برابر با منفی b مثبت منفی رادیکال دلتا به روی 2a. ما این شکلی ریشه رو حل میکنیم. اگر که این دیسکریمیننت یا این b2 منهای 4a3 ما برابر با 0 باشه در اون صورت ما میگیم که این سهمی ما تنجنت شده یعنی مماس شده به محور x ما و ما در واقع یک ریشه داریم. اینجا نگاه کنین الان اینجا تو این شکله وقتی b2 منهای 4a3 ما b2 منهای 4a3 ما برابر با 0 بوده یک ریشه داشته که دقیقا مماس میشه به محور x ها. اگر هم بیایم این پایین رو با هم بخونیم بعد در مورد جزئیاتش صحبت کنیم. گفته که for a quadratic function y برابر با ax به اضافه bx به اضافه c the discriminant is دلتا برابر با b2 منهای 4a3. اگر دلتا منفی باشه the function has no real zeros. دلتا منفی باشه. اگر دلتا صفر باشه the function has one repeated zero. اگر دلتا مثبت باشه has two distinct real zeros. خب یعنی چی؟ حالا ما این b2 منهای 4a3 که معادل دلتا قرار دادیم دیگه. گفتیم این دلتا اگر صفر باشه دلتا صفر باشه چیه؟ یک ریشه داریم که مماس میشه. اگر که دلتای ما منفی باشه اصلا محور x رو قطع نمیکنه و ریشه یا زیرو نداریم. و اگر دلتای ما مثبت باشه در اون صورت ما 2 تا ریشه داریم. به دست آوردن ریشه هم که از همین فرمول منفی b مثبت منفی رادیکال دلتا به روی 2a به دست میاریمش. The situation دلتا برابر با 0 is often said to produce a repeated root. که وقتی که دلتای ما صفره ما بهش میگیم repeated root. چرا؟ خاطرتون هست که ما گفتیم که وقتی fx برابر با a در x منهای q در x منهای p بود گفتیم که q و p ریشه های ما هستند. اگر که ما فقط یک ریشه داشته باشیم یعنی در واقع این p ما برابر با q یعنی fx ما برابر است با a در x منهای مثلا p در x منهای p. این شکلیه. برای همین ما بهش میگیم در واقع یک repeated root. ریشه هامون یکسان دیگه repeated root هستن یا equal root. و an expression of the form x منهای p در x منهای p is also referred to as a perfect square. در این حالت بهش میگیم
وقتی که این x منهای p باشه بهش میگیم پرفکت اسکواره. خب حالا میخوایم با هم یه مثال ببینیم. Find the exact values of k for which the quadratic equation kx2 منهای k به اضافه 2 در x به اضافه 3 برابر با 0 has a repeated root. گفتیم وقتی که repeated root یعنی دلتای ما برابر با 0، یعنی b2 منهای 4ac ما برابر با 0. حالا ما توی این معادله که kx2 منهای k به اضافه 2x به اضافه 3 میشه a مون چی میشه؟ a مون میشه k، b ما میشه منفی k به اضافه 2 و c ما میشه 3. پس دلتای ما که میشه b2 منهای 4ac برابر است با منفی k منهای 2 به توان 2 منهای 4 ضرب در k ضرب در 3. این که میشه منفی 3 4 12 تا منفی 12 کا. اینم اگر به توان 2 برسونیم عبارت اول به توان 2 میشه k به توان 2، عبارت 2 به توان 2 میشه 4، 2 برابر اولی در دومی میشه 2 4 کا. پس این معادله با k2 به اضافه 4 به اضافه 4 کا منهای 12 کا برابر با 0. پس k2 به اضافه اینجا منفی 12 به اضافه 4 میشه منفی 8 کا. k2 منهای 8 کا به اضافه 4 برابر است با 0. میخوایم این معادله رو حل کنیم. گفتیم برای حل معادله k برابر است با منفی b مثبت منفی رادیکال دلتای به روی 2a رو باید حل کنیم. پس k ما برابر است با 8 به روی 2 مثبت منفی رادیکال b2 منهای 4ac دیگه. b2 مون میشه 8 8 تا 64 تا منهای 4 a3. این رو حل کنیم در واقع میشه 8 به اضافه منهای رادیکال 48 تقسیم بر 2. این میشه در واقع ریشه های ما، یعنی یه ریشه ما 8 به اضافه رادیکال 48 دومه، یه ریشه ما 8 منهای رادیکال 48 دومه که میشه ساده ترش کرد، ولی همینم اوکی. اگه خواهیم ساده ترش کنیم میشه 8 تقسیم بر 2 میشه 4 مثبت منفی رادیکال 48 هم میشه 4 رادیکال 3 که تقسیم بر 2 میشه 2 رادیکال 3. ولی خب مهم نیست، همون عدد هم میتونیم با ماشین حساب بزنیم و به دستش بیاریم. For a quadratic function y برابر است با ax به اضافه bx به اضافه c بی دلتای منفی. وقتی که دلتای ما منفی باشه، گفتیم که دلتا وقتی منفی باشه یعنی اینکه ما ریشه نداریم، یعنی اینکه این سهمیه ما توی هیچ نقطه‌ای محور x ما رو قطع نمی‌کنه، محور x رو قطع نمی‌کند. خب یعنی مثل همین شکلی که الان می‌بینید، یعنی یا بالای محوره یا پایین محور کاملا. وقتی که گفتیم قبلا دیدیم دیگه، گفتیم وقتی که a ما مثبت باشه خب یک مینیموم پوینتی داشتیم که بعد گوزاپ میکرد. خب و حالا اگر این هیچ تقاطعی نخواد با محور x داشته باشه باید یه همچین حالتی باشه دیگه. یه همچین حالتی اگر باشه پس وای ما همیشه مثبت به ازای همه x ها و اگر a ما منفی باشه در اون صورت گفتیم که یک نقطه ماکسیمومی داره که بعد گوز داون میکنه و برای اینکه خب هیچ تقاطعی با محور x نداشته باشه پس در این صورت وای ما همیشه کوچکتر از 0. پس میرسیم به همین حرفی که اینجاست. اگر a مثبت باشه اینجا a مثبته، وای ما همیشه مثبته و اگر a ما منفی باشه وای ما همیشه منفیه. خب یه مثال با هم ببینیم. Given the quadratic function y برابر است با منفی 3x به اضافه kx منهای 12 where k مثبت باشه find the values of k such that y کوچکتر از 0 for all x. اصلا از همین آخرش گفته y کوچکتر از 0 باشه برای همه x ها، ما یه چیز رو میفهمیم، این که دلتای ما
منفیه و ای ما هم کوچکتر از صفر دیگه. این بالا داشتیم گفتیم که اگر دلتای ما منفی باشه یعنی ریشه نداریم و ای ما هم منفیه که خب تو این شکل خب بله معلومه که منفیه، سه بزرگتر از صفر، این که هیچ مشکلی نیست. ولی این دلتای ما منفیه میتونیم استفاده کنیم. دلتا منفیه یعنی B2 منهای 4AC منفیه، یعنی B2 یعنی کا به توان 2 منهای 4 برابر منفی 3 ضرب در منفی 12 کوچکتر از صفره. پس اگر اینو ضرب کنیم 3 4 تا 12 12 به توان 2 میشه 144. این میشه 144 منفی در منفی مثبت در منفی منفی میشه منفی 144. پس K2 منهای 144 کوچکتر از صفره. پس K2 کوچکتر از 144. و از اونجایی که خود سوال بهمون گفته که بزرگتر از صفره، پس K بین K2 بین 0 و 144 که اگر ازش رادیکال بگیریم در واقع K میشه بین 0 و 12. این محدوده که K قرار میگیره توش، یعنی K ما بین 0 تا 12. اینجا میخوام در رابطه با اینترسکشن صحبت کنیم. اینترسکشن یا تقاطع یعنی ما وقتی دو تا معادله داریم و این دو معادله با هم دیگه برخورد میکنن بهشون میگیم اینترسکشن. مثلا من الان اگر یک نموداری داشته باشم، اگر یک سهمی مثلا به این شکل داشته باشم و یه خط، این نقاطی که سهمی من و خط من همدیگر رو قطع میکنن میشن اینترسکشن. این نقاط چه ویژگی دارن؟ این نقاط هم در معادله سهمی من و هم در معادله خط من وجود دارن. یعنی اگر من واسه این نقطه اینترسکشن ما یک x1 و یک y1 داشته باشم، این نقطه هم توی سهمی من وجود داره هم داخل خط من. و این یکی اینترسکشن هم همینطور یه x2 و y2 هست که در هم سهمی من وجود داره هم در خط من. خب یعنی این که حالا من اگه بخوام یه همچین اینترسکشنی رو پیدا کنم و ببینم به ازای چه x و y اینها همدیگر رو قطع میکنن این دو معادله، میام چیکار میکنم؟ میام y مثلا سهمیمو برابر با y اون معادله خطم قرار میدم و بعد x رو به دست میارم. خب این x یعنی در واقع این x و y ها تو هر دو معادله من قرار دارن دیگه. حالا من یه xی به دست آوردم، بعد حالا میخوام y رو به دست بیارم، چیکار میکنم؟ اون x رو دوباره میام میذارم تو معادله یا y سهمی یا y خطم و جا x رو به دست آوردم و حالا y رو به دست میارم. این شکلی حل میشه و من میتونم اینترسکشنم رو به دست بیارم که چه x و y داره. یه مثال با هم ببینیم. Find the coordinates of the points of intersection between the line y برابر است با 2x منهای 1 and the parabola y برابر است با x منهای 3x به اضافه 5. میخوام ببینم که اینا کجا اینترسکشن دارن، کجا همدیگر رو قطع میکنن. پس من باید yشون رو با هم برابر قرار بدم. پس 2x منهای 1 رو برابر با x2 منهای 3x به اضافه 5 قرار میدم. خب همه رو میبرم یک سمت، میشه x2 منهای 3x به اضافه 5 منهای 2x به اضافه 1 برابر است با 0. خب این معادله با چیه؟ این میشه معادله با x2 منهای 5x به اضافه 6 برابر با 0. حالا اینجا میتونم هم از روش فاکتورایز استفاده کنم، هم میتونم از روش همون فرمول حل معادله درجه 2 استفاده کنم که من از فرمول استفاده میکنم. گفتیم که برای دست آوردن x میشه منفی b مثبت منفی رادیکال دلتا که میشه b2 منهای 4ac تقسیم بر 2a استفاده میکنم. خب منفی b میشه 5 به اضافه منهای رادیکال b2 میشه 25 منهای 4ac تقسیم بر 2 ضرب در 1. خب 6 4 تا میشه 24 تا 25 منهای 24 میشه 1. رادیکال 1 هم که میشه 1. پس جواب میشه 5 مثبت منفی 1 تقسیم بر 2.
پس جواب من یا 5 به اضافه 1 تقسیم بر 2 یا 5 منهای 1 تقسیم بر 2. 6 تقسیم بر 2 میشه 3. 4 تقسیم بر 2 هم میشه 2. یعنی جواب من یا 2 3. یعنی نقاطی که همدیگر رو قطع میکنن این x رو دارن. یعنی من یه x یکی دارم که 3 و یک x یکی دارم که 2. حالا بخوام ببینم اینها این x1 که من حالا x2 هم دارم که 2. خب این x های من چه y دارن؟ خب کافیه تو یکی از این دو معادله قرار بدم. یا میتونم تو این y برابر با 2x منهای 1 بذارمش و y رو به دست بیارم، یا میتونم بذارمش توی دومی که y برابر با x2 منهای 3x به اضافه 5. هیچ فرقی نمیکنه چون یک y به من میدن هر تاشون. خب اگه بذارم تو این که y برابر با 2x منهای 1 بذارمش که آسون تره، میشه 2 ضرب در 3 منهای 1. 6 منهای 1 میشه 5. دومی هم همینطور y میشه 2 ضرب در 2 منهای 1. 4 منهای 1 هم میشه 3. پس این اینترسکشن ما یکیش 3 و 5 و یکیش 2 و 3 هست. این مختصات نقاطی هستند که این دو معادله ما با هم دیگه اینترسکشن انجام میدن. یه مثال دیگه با هم ببینیم. گفته find the value of k for which the line with equation y برابر است با x منهای k is a tangent to the parabola y برابر با x2. خب اینجا به ما گفته که مماس دیگه، گفته که این یه خطی داریم x منهای k که مماس به y برابر با x2 و میخوایم ولیوی k رو به دست بیاریم. بعد این میگه که این دو تا با هم دیگه مماسن. یعنی چی؟ میگه یه سهمی دارم که به این خط هم مماس، یعنی اینا با هم دیگه یک نقطه تقاطع دارن. خب بعدی پس یعنی ما میایم وایشون رو با هم دیگه برابر قرار میدیم، یعنی ما میایم x منهای k رو برابر با x2 میذاریم، اینو حل میکنیم میشه x2 منهای x به اضافه k برابر با 0. خب حالا باید این معادله رو حل کنیم. یه چیزی رو ما الان کاملا برامون واضحه، اینه که ما اومدیم گفتیم وقتی دلتای ما 0 باشه معادله ما یک جواب داره. وقتی دلتای ما مثبت باشه گفتیم معادله ما 2 جواب داره چون 2 تا ریشه داشتیم. گفتیم دلتای ما منفی باشه هم اصلا جواب نداره معادلمون. از اونجایی که به ما گفته مماسه، خب یعنی یک نقطه تقاطع داره، پس ما این معادله باید یک جواب داشته باشه. پس دلتای ما برابر با 0. خب یعنی منفی b، یعنی b2 منهای 4ac ما برابر با 0. یعنی b ما الان چنده؟ 1. منفی 1 به توان 2 میشه 1 منهای 4 آی ما 1 ضرب در k، این برابر با 0. خب 1 منهای 4k برابر با 0. پس منفی 4k برابر است با منفی 1. در نتیجه k برابر است با منفی 1 تقسیم بر منفی 4 برابر است با 1/4 و k به دست میاد.